اگه برشان میگیم که به قبر سجده نکن، میگه وهابیست. اگر میگیم در اسلام روزدو نیست، روزستین نیست، شب جمعه نیست، چل نیست، این خیرات های کارتکی نیست، این توقیات هتل نیست، ایستی که به نام اسلام اسیره، برو یک پروژه اسلامی، یک دارالایتام بساز، یک مرکز دعوت بساز، یک تلویزیون اسلامی بساز که مردم روشن شوند. این گپا رو میگن نیست. تمام روزهای بیگبان خودت پیسه بده، خودت به نام کت رسول الله در تکر هستن، به نام رسول الله پیسه جمع میکنن، پس در مسجد خود دیگ میمانن، خودش میخوره. کت پیغمبر خدایی مردم در فریب هستن. در از این مردم چی بگویم؟ از بخاطر که یخن خودم پاره بکنه. اللهم اشکو